خورشید فوزلوف خبرنگار تاجیک مقیم شهر پنجکند که از وادی زرافشان برای رسانه‌های گوناگون گزارش میداد روز 6 مارس سال 2023 از جانب مقامات امنیتی دستگیر شده است. هنوز معلوم نیست که او به چه عیبدار می شود. بنا به اطلاع خبرگزاری از پلیس، خورشید فوزلوف روز 6 مارس تقریبا ساعت 15:00 دقیقه در داخل بنای اداره مهنت مهاجرت و شغل اهالی شهر پنجکند از سوی افراد ناشناس که در تن لباس ملکی داشتند دستگیر و به سوی نامعلوم برده شده است. چند منبع از جمله کارمندان اداره مهنت مهاجرت و شغل اهالی پنجکند که شاهد حادثه بودند در صحبت با از پلیس گفتند خورشید فوزلوف را دو شخص نامعلوم از داخل اتاق گرفته بردند. شاهدان حادثه گفتند خورشید فوزلوف تا ماه ینور سال جاری طبق شرطنامه در دایره یک لایحه با آنها همکاری میکرد و روز 6 مارس برای خبرگیری همکاران پیشینش به این اداره آمده بوده است. صبح امروز 7 مارس با 4 نفر دیگر با لباس ملکی آمده کامپیوتری را که او در آن کار میکرد گرفته بردند. سبب و مکان بازداشت خورشید را پرسیدیم، چیزی نگفتند. گفت است یکم صحبت از پلیس در اداره شغل اهالی پنجکند. نزدیکان خورشید فوزلوف گفتند که اینک یک شبانه روز باز او را نمیتوانیم پیدا کنیم، ولی معلومات پیدا کردند که او در اداره امنیت است. در دوام سال 2022 در تاجیکستان بیش از 10 بلاگر و ژورنالیست بازداشت و به سالهای طولانی زندان محکوم گردیدند. این سبب شد که حامیان حقوق تاجیکستان را کشور زندان ژورنالیست ها بنامد. سازمان های بین المللی حامی آزادی مطبوعات حکم ژورنالیستان و بلاگرهای زندانی شده را غیر قانونی نامیده چندین بار از مقامات تاجیکستان دعوت کردند که همه ژورنالیست های بازداشت و زندانی شده را آزاد کرده تعقیبات مطبوعات را بس کنند. دوشنبه تا کنون به این دعوت ها یگان پاسخ نداده است.